کارمندان خدمات امنیت دولتی ازبکستان در ولایت نمنگان در نتیجه یک چاره‌بینی فوری چند دوره‌ای 3 ساکن ناحیه کسانسوی را هنگام به طور قاچاقی به قرقیزستان انتقال دادن بیش از 2 میلیون دلار پول نقد دستگیر کردند. در این باره روز 24 اوگوست سال 2022 با نشر یک ویدیو حفیظلیک عضو که فعالیت‌های خدمات امنیت دولتی ازبکستان را انعکاس می‌کند خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده، کارمندان امنیت در اول یک ماشین تمغه لسیتی را که در آن 2 برادر ساکنان ناحیه کسنسوی ولایت نمنگان سالهای تولدشان 1985 و 1992 به طرف مرز ازبکستان با قرقیزستان حرکت داشتند منع کردند. هنگام کوفتکوب از داخل ماشین در درون یک خلطچه پولو اتیلنی اول 250,600 دلار امریکایی و سپس در 2 خلطه سنتتیکی 863,300 دلار و 800,000 دلار دیگر یافته گرفتند. در عموم از این 2 برادر مقامات امنیتی 1,841,900 دلار امریکایی مصادره کردند. در ادامه کارهای فوری، کارمندان مقامات باز یک صاحبکار از ناحیه کاسنسای سال تولدش 1989 را دستگیر کرده از ماشین او تمغه‌اش مالیبو در نتیجه کوفتکوب 167,100 دلار را پیدا کردند. خدمات امنیت دولتی ازبکستان گفت مبلغ عمومی در جریان این عملیات یافت و مصادره شده 2,900,000 دلار را تشکیل داده است. در رابطه با این حالت پرونده‌های جنایتی گشوده شدند و تفتیشات ادامه دارد.